دقت بفرمایید، بحث قرآنی، سوزن رخنش نمیره. یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که من و شما رو به نام امام خودمون فرا خواهند خواند، به نام امام خودمون صدا خواهند زد. تو ذهن تصور کن، تصویر سازیش کن. قیامت به پا شده، تو اون شرایط سخت، تو درب دری، یه عده لخت و عریان، هر کدوم یه قیافه خدا رحم کنه. حالا یه مرتبه ندا همه رو به خط می‌کنه. اونایی که در زمان امیرالمومنین اینجا به خط بشین، اونایی که در زمان امام حسین علیه السلام بودی اینجا به خط بشین. و یه بارم این ندا بلند میشه: آهای افرادی که در زمان امامت مهدی علیه السلام زندگی کردین، اینجا جمع بشین. ایداد نوبت ما شد انگاری. خب چی کارمون دارن که به نام اماممون دارن صدامون میکنن؟ هیچی، کار خاصی نیست. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، روزی که از نعمتها سوال میکنن. حال نعمت چیه؟ خوراکی، منزل، ماشینه؟ نه اصلا و ابدا. فرمودن شما مهمون دعوت میکنید، آخر کار ازش سوال میکنین که چی خوردی، چی نوشیدی، چی کار کردی. اصلا زشت، ضایع بر اون خداوند ذوالجلال و الاکرام. پس چی این نعمت ها؟ حضرات فرمودن مراد از نعمت ولایت ما اهل بیت. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. چه وقتی این آیه نازل شد؟ وقتی که ولایت اهل بیت عرض شد. سوال میکنن با این نعمت ولایت که در زندگی برات قرار دادیم، شناختش رو واجب کردیم، اطاعتش رو واجب کردیم، یاریش رو واجب کردیم، چی کار کردیم؟ حالا هی فکر میکنیم و زمین آسمون رو نگاه میکنیم. نکته خیلی مهم عزیزان، حواسمون رو جمع کنیم. ما در زمان امامی زندگی میکنیم که درباره این امام مؤاخذه خواهیم شد. هر کسی برای خودش فکر کنه من برای این امام چه کار کردم و اون روز چی میخوام جواب